این روزا همه بلا تکلیفه، همه چیز هم مبهمه. جنگ، بحران، قیمت ها، آینده های شغلی، آینده سازمان ها. تحقیقات هم میگه که تو همچین فضاهایی مغز دچار فلج تصمیم گیری میشه. تو این وضعیت نه واکنش فوری میتونیم داشته باشیم، نه برنامه بلند مدت، و همین خیلی از کسب و کارها رو از پا در میاره. حالا سوال اینه، باید چی کار کرد؟ بهتون پیشنهاد میکنم که یه مقاله یا یه فیلم در مورد حوزه کاریتون ببینین یا بخونین. حتما از یه نفری که مسلط‌تره و آگاه‌تره توی صنفتون مشورت بگیرید. و یه کار ساده، هر سوالی که تو ذهنتونه رو بنویسید، حتی اگه جوابشو نمیدونید. از نظر من این موقع‌ها برنده اونیه که فلج نمیده، حتی اگه ندونه مقصدش کجاست حرکت میکنه، قدم به قدم، با احتیاط ولی رو به جلو.